با درود و احترام خدمت همه شما عزیزان، امشب هم در خدمت شما خواهیم بود طی ساعات آینده با برنامه کارگاه کتابخوانی از مجموعه آوای بوف. امشب در برنامه به فصل نهم کتاب جهانهای موازی خواهیم پرداخت، همراه با مترجم خوب کتاب جناب مهندس علی هادیان که لطف میکنن و هر هفته همراه ما هستند. اجازه بدید که دعوت کنم از جناب هادیان و همینطور خانم بدیعی که طبق معمول اجرای برنامه رو با ما چند لحظه تا من سلام. با سلام خدمت هر دو عزیز، وقتتون بخیر. بخیر. شب شما بخیر باشه جناب مهندس. خیلی خوشحالم که دوباره لطف کردید و قبول زحمت کردید و توی برنامه حاضر شدید. خانم بدیعی سلام، شب بخیر. سلام از ماست. حالتون خوب آقای هادیان؟ خیلی خوش آمدید و ممنون که مثل همیشه به ما افتخار دادید و دعوت ما رو پذیرفتید. اختیار دارید. تبریک. خیلی دکورتون جدید داره. نور دکور پردازی من عالی شده. امروز گفتیم دیگه برنامه رو به صورت عمودی افقی اجرا کنیم. قبلا برنامه ها عمودی بودن و دوستان گفتن که ما میخوایم بهتر ببینیم چهره مهمان ها رو. آیا هادیان دیگه همه به شما علاقمندن دیگه، میخوان بهتر و واضحتر شما ببینن. بعد به خاطر هم با این اوضاع بینی و اینا خیلی علاقه من اتفاقا خوب، خیلی هم خوبه، عالیه، چرا که نه. خیلی فیدبک های خیلی خوبی میگیریم از بابت هم اجرای خوب شما، هم پاسخ هایی که به سوالات دوستان میدید و آره کلا خیلی طرفدار دارید. حالا توی برنامه پیام هایی که میفرستن دوستان، خب اینا همش هست دیگه. ما نه تعارف میکنیم نه اینکه میخوایم چی میگن بازارگرمی میکنیم، به هر حال چیز واقعیتیه که وجود داره و همه دوستان استفاده میکنند و همیشه اعلام هم میکنن. مهندسی نشونه خوبی نیست از جامعه علمی. وقتی که منو میپسندن یعنی اینکه خوب نیست دیگه، اوضاع جالب نیست. چرا؟ چرا؟ امیدوارم که بتونم در حد این علاقه‌مندای به علم کار کنم و خودم رو ارتقا بدم. شما اتفاقا نماینده علم هستید دیگه. به هر حال الان تو برنامه‌های ما شما نماینده در واقع جامعه علمی هستید. حالا اینکه میگید خوب نیست که شما رو میپسندن، یعنی شما یعنی معتقدید که علم رو میپسندن خوب نیست. انتظارشون باید خیلی بالاتر از این چیزی باشه که من ارائه میدم دیگه. شما اتفاقا نماینده علم هست. نه خب به هر حال ما توی جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم نسبت به اون در واقع امکاناتی که داریم مطمئناً دوستان نهایت استفاده رو میکنن. مخصوصا مطالب علمی رو من میبینم که خیلی خوب هم پیگیری میکنن، همین که علاقمند هستن که ما برنامه علمی به این شکل رو بیشتر و بیشتر داشته باشیم. حالا این جای بسیار خوشحالی داره که دوستان پیگیری میکنن. خب جناب مهندس، من فکر میکنم بهتره که حالا البته خانم بدیعی بیشتر این برنامه ها رو در واقع طراحی میکنن. فکر کنم که این هفته رو که برنامه فصل نهم رو تموم کردیم، حالا من سوال های برنامه قبلی رو همه رو جمع بندی کردم که به خدمت خانم بدیعی هم میفرستم و برنامه این هفته که هر چقدر سوال هایی از طرف دوستان باشه اونها رو هم جمع آوری میکنیم و سعی میکنیم که هفته آینده رو که این بخش امروز تموم میشه و به این بخش اختصاص بدیم که پاسخهای سوالاتی که دوستان تو طی برنامه‌های قبلی در مورد این فصل مطرح کردن اونا رو
با هم در واقع بپرسیم و پاسخ بگیریم که بعد بریم سراغ فصل بعدی. با کمال میل حتما. ممنونم. خب خانم بعدی در خدمتتون هست. خواهش میکنم. امشب با فصل 9 شناسایی نشانه های بعد 11 در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید. مثل همیشه یه مقداری از این فصل رو میخونم و بعد میریم سراغ سوالایی که قراره از آقای هادیان بپرسیم. کارل ساگان میگه که نظریه های معتبر نیاز به اثبات معتبر و محکم دارند. جهان های موازی دروازه های ابعادی و ابعاد بالاتر به همان اندازه که مورد توجه قرار گرفتند برای اثبات نیاز به دلایل محکم دارند. طبق گفته کروزول جهان‌های دیگر اگرچه هیجان انگیز هستند و میتوان درباره آنها بسیار صحبت کرد، تا زمانی که ستاره شناسان این جهان‌ها را مورد آزمایش قرار ندهند نادرستی آنها نیز مشخص نخواهد شد. تا پیش از این نمیشد این آزمایشات را مورد پیش بینی قرار داد. یکی از دلایل این امر ابتدایی بودن تجهیزات آزمایشگاهی است، ولی امروزه به مدد پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری ماهواره و کامپیوترها صورت گرفته است، آینده این نتایج و آزمایشات امیدوار کننده است. شاید اثبات مستقیم این نظریه دشوار باشد، ولی اثبات غیر مستقیم آن امکان پذیر است. گاه ما فراموش می‌کنیم که علم ستاره شناسی بر پایه اثبات غیر مستقیم بنا شده است. مثلا کسی تاکنون خورشید و ستاره ها رو به طور مستقیم ندیده است، اما با بررسی و مشاهده نوری که از اجسام نورانی آزاد شده است به وجود ستاره ها پی بردیم. با بررسی طیف نور درون ستاره ها به طور غیر مستقیم به هیدروژن و هلیوم در ستارگان پی بردیم. یکی دیگر از این موارد وجود سیاه‌چاله هاست. تاکنون کسی سیاه‌چاله‌ای ندیده. در واقع سیاه‌چاله پدیده‌ای نامرئی است، اما با مشاهده حاله افزایشی و محاسبه جرم ستاره‌های خاموش غیر مستقیم وجود آنها اثبات شده است. خب یکی از ساده ترین روش های تحقیق در مورد نظریه نسبیت ماهواره تعیین موقعیت یا GPS. آقای هادیان اگر ممکنه کمی در مورد این روش توضیح بدید. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیارم میذارین خانم بعدی. وقتی که از مخاطبین محترم میگیریم درست استفاده بتونم بکنم براشون مفید باشه. حتما همینطوره. ممنون. میچیو کاکو مثال زده که یه دونه از ابزارهایی که ما داریم استفاده میکنیم مستلزم اینه که نسبیت حتما درست باشه و نه این درست کار نمیکنه. یکی این موارد تو این فصل اومده آزمایش‌های آینده و چند تا از فناوری‌ها رو که موجود بودن اون موقع و آیندهشون رو داشته با هیجان توضیح میداده فهرست کرده تو این بخش که حالا بهتون میرسیم یه دونه. تو این قسمت 2 صفحه رو 1 صفحه رو تقریبا اختصاص داده به GPS و نسبیت. منظورش اینه که میگه که ما یه تعداد ماهواره داریم، میدونید که ما محلمون الان رو موبایل میزنین. اون موقعی که این کتاب رو نوشت میچیو کاکو یه دستگاه جداگانه‌ای میخواست، ولی الان هم این انقدر فراگیر شد که اومد تو موبایل‌های ما الان همه تو موبایلامون GPS داریم و بهمون میگه رو نقشه که کجا هستین. این به این شکل کار میکنه که یه تعداد ماهواره هستن توی مدار نزدیک به زمین. بله. اگه ماهواره ها نزدیک به زمین نباشن شما نمیتونید سیگنال شما موبایل دریافت کنید. درسته. ولی یه مشکلی داره، وقتی که ماهواره ها نزدیک به زمینن فیکس نیستن، میان بالا سرمون رد میشن.
فرق ماهواره‌های نزدیک به زمین که دستگاهی مثل جی پی اس باش کار میکنن و ماهواره‌هایی که توش ایستگاه تلویزیونی رو نگاه میکنیم، تفاوتشون تو اینه. اونایی که با ایستگاه تلویزیونی نگاه میکنیم دیدین دیشو میذاریم روی پشت بون دیگه تکون نمیخوره، همیشه تا باد نزنه تنظیمش رو خراب نکنه این سمت ماهواره هست، اون LMB میگیره سیگنال رو ما میبینیم. بله. ولی در عوض دیش میخواین دیگه. شما همچنان تا همین الان که اینجا هستیم با اینکه تکنولوژی فناوری پیشرفت کرده، همچنان شما یه دیش 90 سانتی دیگه حداقل میخوایم بذارین روی پشت بوم که این امواج رو جمع آوری کنه. این ماهوارهایی که میبینید ماهواره‌های جی پی اس هم. خب چرا ما همچنان دیش لازم داریم؟ چرا مثلا آنتن نمیاد رو تلویزیون دیگه شرش راحت شه دیگه؟ چرا پشت بوم میذاریم باد میزنه اذیت میکنه هر بار؟ به خاطر اینکه ماهواره هایی که ثابت بخوان باشن مدارشون دوره. ماهواره چه ماهواره ثابت میمونه بالا سر ما؟ ماهواره ای که در روز مثل خود کره زمین یه دور کره زمین بزنه. برای ماهواره اهمیت نداره کره زمین دور خودش داره میچرخه ها، کره زمین یه جرمی داره میخواد بچرخه میخواد نچرخه، اون داره دور مرکز جرم این میچرخه، ولی مدارش فاصله ای داره که یه دور در 24 ساعت میزنه. بنابراین چون ما هم یه دور در 24 ساعت میزنیم همیشه روبروی همیم، بنابراین یه بالا سرمونه. ولی چون این مدار دوره دیگه سیگنال اون ماهواره انقدر قدرتمند نیست که ما بتونیم با یه دستگاه کوچیک بگیریم. حتما دیش لازم داریم که اینو متمرکز کنه. خب حالا اگه بیاریمشون پایین، خب میتونیم بیاریم پایین که دیگه دیش نخوایم، ولی بخوام پایدار باشن تو مدار دور تناوبشون زیاد کم میشه، یعنی هی زودتر دور میزنن میان بالا سرمون رد میشن. ماهواره جی پی اس به خاطر اینکه قابل دریافت باشن راحت خب پایینن، مداراشون پایینه. خب حالا که میاد رد میشه بنابراین تعدادشون رو زیاد کردن، چند تاشون همیشه تو افق ما هستن، بالا سر ما هستن. خب حالا که با تعداد زیادی مسئله حل شد، میایم از هر چند تایی که بالا سرمونه سیگنال میگیریم. اینا سیگنال های ساعتی دقیق دارن میفرستن، بسته به این که فاصله شون با ما چقدر باشه ما این دستگاه ما میگیره اینو تحلیل میکنه، یه مثلث بندی میکنه، جای ما رو میفهمه که کجاست. خب حالا اینجا نسبیت به چه درد میخوره؟ این که زمان که پارامتر پایه است، اینا دارن سیگنال های زمانی و فاصله های دقیق میفرستن. نسبیت میگه جاذبه روی گذشت زمان اثر میذاره، البته مقدارش خیلی کمه ولی هست. تو اون دقتی که اونا لازم دارن باید محاسبات نسبیتی هم وارد بشه که اینجا میچیو کاکو توضیح میده، خیلی هم براش هیجان انگیزه که این فیزیکدانا واسه سازنده های شبکه که البته میدونه نظامی هستن، اونا آمریکایی‌ها هر موقع که بخوان کلیدشو خاموش کنن موبایل تمام جی پی اس ها کار میفته ها، بنابراین لطف نمی کنن. بعد دقت بالاش هم خودشون دارن، با دقت خیلی خیلی بالاتر از این که ما میدیم. الان اسنپ میاد دنبال شما دقتاتون مثلا در حد چند متره، ولی اگه کد رمز اینا رو داشته باشیم با دقت خیلی خیلی بالاتر وقت جی پی اس کار میکنه. خلاصه همینم دست خودشونه و این برای فیزیکدانای افتخاریه که برن به سازنده های چنین وسیله هایی مخصوصا نظامی هایی که خیلی قدرتمندن قدرت فیزیک رو نشون بدن و نظریه های فیزیکی رو. این ارتباطیه که برای میچیو کاکو جالب بوده اینجا تو کتابش گذاشته. بله خیلی متشکرم،
یکی دیگه از ابزار بسیار قوی در زمینه بررسی کیهان عدسی‌های گرانشی و حلقه‌های انگشتر هستند. یه مقداری آقای هادیان میشه راجع به اینم صحبت بکنید، توضیح بدید؟ اینم پدیده خیلی جالبیه که این قهرمان علم انیشتین هم نظریش مستلزم این بود، هم خودش کار کرد در این زمینه که نتایج نظریش بود به این شکل: اگر که نوری که از دور داره میاد از کناره های از یه جرمی سر راهشه، فرض کنید جرم بزرگ باشه، ما میدونیم که نور توی حوزه گرانشی منحرف میشه، یک کمی جذب میشه. این اختصاص به نسبیت عام انیشتین نداره ها. اگر نسبیت عامم نبود خود گرانش نیوتنی هم مستلزم این هست. نور توی گرانش هم، یعنی اگه ما نظریه نسبیت عامم نداشتیم باز این پدیده میبایست باشه، منتها مقدارش متفاوته. یعنی نسبیت عام یه مقدار دقیق تری واسش پیش بینی میکنه، با آزمایش‌ها جور در اومد. الان میبینین اون نوری که از ستاره دوره، ستاره سمت راستیه داره میاد، از این نور اون کهکشان هست، چند تا کهکشان هستن، میان از جلوی این جرمه که مثل مردمک چشمون وسطه، از دو طرفش وقتی رد میشن یه مقداری انحنا پیدا میکنن. ما هم که تو فاصله زیاد سمت چپ، اونم کره زمینه، یعنی ماییم. وقتی که دیدیم داریم میبینیم این کهکشانه رو میبینیم نورش از اطراف این از چند جهت میاد. گاهی این به شکل یک کمان دیده میشه، یک کهکشانه ها، ولی وقتی که تصویرش میبینیم مثل کمانه. یا گاهی کاملا حلقه میشه، یعنی از همه اطراف این میاد. تصویری که ما میبینیم یک کهکشانه که به شکل حلقه داریم میبینیمش به جای اینکه یه نقطه ببینیم، یا به شکل یک کمان میبینیمش. اینو میگن لنز گرانشینا کنید. دقیقاً نوری که اومده از این جرم وسطیه کرده، یعنی متمرکزش کرده، و این باعث میشه که تصویری که ما توی سیاره خودمون از اون کهکشان دور دسته میبینیم حلقه‌ای باشه. اون جرم وسطیه ممکنه که نورش زیاد نباشه و اختلالی ایجاد نکنه، مثل تصویرهایی که جان مهندس دارن نشون میدن. اونی که اون وسطه ایشون هم نشون دادن، اون میتونه یه جرمی باشه که خیلی نورش زیاد نیست و فقط اثر گرانشیش شما ببینین. بنابراین حتی میبینید الان پایین راست یه حلقه نصفه است تقریبا، یه دونه کهکشانه، ولی این وسط یه چیزایی بوده به شکل اینو مثل یه عدسی متمرکز کرده. ما با اندازه‌گیری این میتونیم بفهمیم که اون جرمی که اون وسط اینو انحنا داده چی بوده، خودش دیده نمیشه. خیلی اطلاعات از وسط راه میتونیم پیدا کنیم. اینا بهشون میگیم لنز گرانشی یا حلقه های انیشتین، چرا که انیشتین رو اینا کار کرد و فکر میکرد اون موقعی که انیشتین کار میکرد فکر نمیکرد به این راحتی ببینیم. خب دیدیم، دستش درد نکنه. این علم اینجایی که انیشتین شده دیگه. یه چیزی رو که شما هنوز توی تلسکوپتون ندیدین، توی جهان اصلا روحتون هم ازش خبر نداره، نظریه علمی با استفاده از شواهد قبلی و مدل‌های ریاضی میاد حالا پیش بینی میکنه. وقتی که یه چیزی که اصلا دیده نشده پیش بینی میکنه، نشون میده که این نظریه یه ارتباطی با واقعیت داره. این میشه علم. علم اینجوری کار میکنه. پس از همین بحثا ما نتیجه میگیریم پیش بینی توی نظریات علمی بسیار بسیار مهمن. اینکه شما با منطقتون یه سری پدیده ها رو توضیح بدین کافی نیستش. منطق شما، نظریتون باید بتونه پیش بینی کنه.
اینجایی که شعر و شاعری و عرفان و تصوف و حلقه های کیهانی و اینا راهش از علم جدا میشه. اونا هم میتونن بیان واسه شما بشینن بگن نه این پدیده هایی که میبینید علتش اینه، علتش اونه، با حرف همه چی جور در میاد. اینجا گیر میکنن تفاوته. حالا بهشون میگی تو پیشبینی کن، بگو اگه فلان کار رو انجام بدی فلان نتیجه رو میگیری. اینجایی که تخیل و توهم راهش رو از نظریه علمی جدا میکنه. نظریه علمی اونیه که بگه این تصویری که میبینید الان این حلقه رو تا حالا ندیدیم، ولی حساب کتابای ما نشون میده بندازین تلسکوپ اینجوری نگاه کنید اینو خواهید دید و این اعجاز علم هست. خیلی هم عالی، خیلی خوب توضیح دادید، ممنون. البته فکر می‌کنم برای سوال سوم که میخوام ازتون بپرسم اینو قبلا در برنامه‌های اول توضیحش رو دادید، ولی مجدد میپرسم که ماده تاریک چیه آقای هادیان و آیا مثلا ما در اتاق خودمون هم میتونیم این ماده تاریک رو ببینیم؟ خب همونجوری که فرمودیم یه توضیح دادم قبلا، دوباره اینجا مطرح شده و میچیو کاکو بهش پرداخته تحت عنوان ماده تاریک در اتاق شما. ماده تاریک چیه؟ بحثش حدودا دانشمندا تا 90 سال پیش هم ردش رو پیدا کردن، میگن 1930 حرفش زده شده، ولی اینطوری پیدا شد. ما یه چیزایی که دور یه جرمی میچرخه طبق قوانین فیزیکی سرعتش رو میتونیم تعیین کنیم، معلومه با قانونای فیزیکی باید بخونه. تمام این منظومه شمسی هم همینجوریه دیگه، چیزی دور یه سیاره‌ای که دور خورشید میچرخه با قوانین فیزیکی ما میتونیم توضیحش بدیم. ولی وقتی که ابزارامون دقیق تر شد، ستاره های دور مرکز کهکشان رو بررسی کردیم، دانشمندان متوجه شدن که این با قوانین فیزیکی در دست ما نمیخونن، مخصوصا قوانین گرانش نیوتن یا نسبیت عام. اینا در اشلای سیاره اینا تقریبا یه جواب میدن، خودتون میدونید دیگه. با اینا نمیخونن. پس چی کار باید بکنیم؟ نها کنید تصویر رو. الان ما یه کهکشان داریم، وسطش هم یه مرکز جرمیه. حالا البته موقعی که کشف شد این ماده تاریک اون نمیدونست اون وسط چیه. الان ولی چون میدونیم معمولا وسط یه سیاه‌چاله، یه سیاهی گذاشته اون وسط، ولی اون که چیه مهم یه جرمی داره دیگه، حالا یا ستاره است یا هر چی. ولی اون بقیه یا اونایی که دارن دور میچرخن با اگه قوانین فیزیکی درست باشه اونا سرعتشون باید با قوانین ما بخونه. اندازه گیری کردیم دیدیم که نمیشه، سرعتشون بیشتر از اون چیزیه که باید باشه. یا قانون فیزیکی اشتباهه یا اینکه یه چیز دیگه است. خیلی احتمالات مختلفی رو در نظر گرفتن دانشمندا. بهترین راهی که برای توضیح سرعت اینا داریم اینه که این کهکشان باید یه مقداری ماده توش پراکنده شده باشه به صورت یه حاله که اثر اگه اون ماده باشه سرعت اینا جور در میاد. نمیتونیم خانم بدیعی با رصدها قوانین فیزیکی رو بندازیم دور. سابقه شو داریم و مثلا چند سال پیش توی گذشته قوانین نیوتن رو به کار می‌بردیم راجع مثلا اورانوس، جور در نمی اومد. اورانوس انحراف داشت از قوانین فیزیکی که تو دستمون بود. چیکار کنیم؟ آیا بگیم قوانین غلطه؟ این آخرین راهه که دانشمندا در پیش میگیرن، قوانین رو بذاریم کنار یا نظریاتمون رو.
به ذهنشون رسید که نکنه یه سیاره دیگه ای هست که ما نمیبینیمش، این میاد رد میشه از کنار اورانوس، مدارش رو خراب میکنه، اون چیزی که ما فکر میکنیم نمیشه. حساب کردن جور در میاد اگه چنین سیاره اونجا باشه همین انحرافی که ما اندازه گیری میکنیم به وجود میاره. گشتن پیداش کردن. اینجور پدیده ها به ما نشون میده این ستاره ها رو که میبینیم سرعتشون زیاده، سریع قوانین نیوتن رو نمیندازیم کنار، فکر میکنیم این منطقی تره، عاقلانه تره، که فکر کنیم یه مواد اونجا هست که اثر گرانشی دارن ولی نور ندارن. و اگه اونجا موادی باشه که اثر گرانشی داشته باشه، یعنی سنگینی داشته باشن ولی نوری از خودشون تابش نکنن، خب ما توی این فاصله طولانی نمیبینیمشون. حساب کتابا نشون داد و از روش‌های دیگه اگه 2-3 سال پیش داشتین صحبت میکردین ما تقریبا مطمئن بودیم وجود دارن. از جمله وقتی که میچیو کاکو این کتابو نوشت مال 15 سال پیشه دیگه، الان دیگه شد 17 سال 16-17 سال پیشه. ما خیلی هیجان زده بودیم. میچیو کاکو تو این کتاب خیلی با هیجان زیاد صحبت میکنه از این که خب به زودی میشناسیمشون، این ابزار رو داریم میفرستیم، اون ابزار رو داریم میسازیم، اینا رو پیدا میکنیم. اینا مثل هیجانی که الان نسبت به اکتشافات جیمز وب داریم. جیمز وب خیلی از چیزا رو خراب خواهد کرد دیگه، بعضی هم درست همینه میبره جلو، یعنی قائله ختم میشه. 2000 سال شما سر یه چیزی بحث نمی کنین چون که تلسکوپ میفرستین میریم بالا. فرقش با فلسفه و بقیه چیزا اینه، علم. یه دونه جیمز وب میفرستین مسائلتون رو حل میکنه، یعنی به توافق میرسین دیگه، از دعوا دست برمی‌داره. ای خانم بدیعی یه نظریه داره، من یه نظریه دارم، آقای مهندس یه نظریه داره، جیمز وب رو میسازیم با هم دیگه میفرستیم، نهایتا نتایج اون میفهمیم که چجوری باید فکر کنیم، با هم دیگه متحد میشیم، اختلاف نظرامون رو اون البته متحد نمیشیم آقای هادیان، به این دلیل که از همین الان هم مخالفان همیشه در صحنه حضور دارن که میگن او آیا ممکنه که اینها یه سری چیزهایی رو که اونجا میبینن و بیان به ما دروغ بگن یا پنهان کاری بکنن؟ از الانش باید خودمون آماده کنیم که با این افراد بجنگیم. اونا هم هستن، ولی اون روند حرکت جامعه بشری به این سمته که ماها با همدیگه اغلبمون هم نظر میشیم، بعد میفهمیم که یه چیزی تو خارج هست که این عکس‌ها رو داره جذب میگیره و استفاده میکنیم ازش و بلا فاصله هم یه چیزی حتما میسازیم زندگیمون هم خوب میکنه. همینطوری اتفاق افتاده دیگه. بله. بنابراین این تحولات از اون موقع تا حالا پیش رفت، هر کاری کردیم. الان امروز داریم صحبت میکنیم دیگه. امروز بعضی از دانشمندا شک کردن. چرا؟ چون که حتی ما خب میدونید فیزیکدانای برجسته‌ای داریم، اونا هم دارن روی نظریات جایگزین کار میکنن که بهتون میگم. این چیزه رو دیدین ستاره ها داشتن میچرخیدن، ما سرعتشون رو نمیتونست قوانینمون توضیح بده، مجبور شدیم فرض کنیم که ماده تاریک هست. بعد خب دانشمندا هجوم آوردن. میچیو کاکو هم تو کتاب 15 سال پیشش خیلی هیجان زده است که ما به زودی میفهمیم چیه ماده تاریک در اتاق ما. اگه این حاله کهکشان باشه خب تو منظومه ما هم پخشه، ما هم داریم وسط رد میشیم، از جمله تو اتاق ما هم هست. بنابراین اگه یه دستگاهی بسازیم این ذراتش رو گیر بندازیم خیلی امیدواره. که میگه که منظومه شمسی ما با سرعت 220 کیلومتر بر ثانیه گرد سیاه‌چاله‌ای که در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد میچرخد. به این ترتیب سیاره ما در حال عبور از میان مقدار قابل توجه ماده تاریک است. بنابراین اتاق ما هم همینطوره، کره‌مون و اتاق، و اینو گیرش میاریم.
ولی گیرش نیاوردیم. همه آزمایشایی که دونه دونه، حالا اگه فرصت شد توی همین جلسه امروز اگه وقت نگذره دونه دونه بهتون میگم چی کار کردیم. میچیو کاکو توضیح میده این کار رو میخوایم بکنیم. خوشبختانه الان چند سالی که گذشته نتایج اینا اومده. من نتایجش هم میتونم به شما بگم. بسیار عالی. بله میشنویم. خواهش میکنم. ولی جزئیاتشو که بعد میگم کنار بذارید، نتیجهش این شد که هر کاری کردیم این ذرات پیدا نشدن توی این 16-17 سال. متاسفانه یا خوشبختانه دیگه توی علم دیگه این نیست دیگه. پیدا شد میشد یه پیشرفت داشتیم، پیدا نمیشدن راههای بنبستن توی علم پیشرفتن. یعنی شما میدونی این بنبست میری یه راه دیگه، تا بنبستا رو پیدا نکنی که راهها پیدا نمیشن که. علم از نوع انکشاف و مکاشفه و اینا که نیست به شما الهام بشه چی کار باید بکنی. فکر میکنی راه های مختلف رو میری، هر شکستی که یه دانشمندی میخوره یک گام واسه جلو رفتن یه دانشمند دیگه است. چون نشد همه میفهمن. خب حالا بعضی دانشمندا میگن نکنه ما رو سر کار گذاشته این ماده تاریکی در کار نیست. خب دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ اون کار اولیه که نمی کردیم، تجدید نظر در قوانین. حالا که حدس میزنیم یه ماده تاریکی هست، 20 سال تقریبا 50 ساله داریم باهاش سر و کله میزنیم تقریبا، شاید هم بیشتر. حالا که پیداش نمی کنیم دیگه بعضیامون به این فکر افتادیم که آهان حالا قانونا رو تجدید نظر کنیم. بهش میگن جاذبه اصلاح شده. دارن دست میبرن توی قوانین جاذبه طوری که بدون احتیاج به ماده تاریک یا با جزئیات دیگه‌ای بتونیم این مشاهدات اونو توجیه کنیم. چون که ماده تاریک رو خب پیدا نمی کنیم دیگه. علم اینطوری نیست، تعصب نداره. حالا ما 50 سال اینو گفتیم الان ورداریم که دست ورداریم که آبرومون میره، مثلا مردم چی میگن. اینجوری نیست. یا طرفدارامون چی میگن. اینا دیگه مثلا پول نمیارن به من بدن، چون که جیب مردم علم خالی نمیکنه که نگران این چیزا باشه. به راحتی خیلی انسانی ما میفهمیم اشتباه کردیم، ببخشید اشتباه کردیم 50 سال، حالا میریم شاید کار درست رو انجام بدیم. یه همین اتفاق واسه ریسمانا هم داره میفته. خلاصه این از ماده تاریک. و حالا اگه خواستین سوالاتون رو جواب بدیم، بعد من میرم یه دور فصل رو مرور میکنم اگه وقت شد. بله حتما. یه سوال دیگه هم هست که بعد در خدمت شما هستیم برای توضیحات باقی مانده. چشمانداز آینده در رابطه با نظریه ریسمان و مثالی که برایان گرین آورده چیه؟ خب آخر فصل، حالا من تو وقت باقی مونده خود خوشبختانه وقت داریم، اگه جناب مهندس و شما موافق باشین یه دور بله. ولی این سوالتون در صفحه آخر فصله. برای من جالبه، میخوام بهش چند دقیقه‌ای بپردازم چون شما هم سوال کردین. اینجا این آقای برایان گرین از کسایی که خیلی رو نظریه ریسمان ها کار کرد، پیر شده دیگه الان قدر که واقعا خیلی ساله و چند تا مستند خیلی خوب داره، مخصوصا الگانت یونیورس، هم کتابه هم مستنداش سه بخشیه. اینو پیدا کنید، زیرنویس که مطمئنم شده، فکر کنم دوبله هم حتی شده. اگه پیدا بشه ممکنه توی آوای بوف هم منتشر شده باشه، من مطمئن نیستم چون این چیز به در بخوریه. پیدا کنید ببینید. ولی ما هم بین این ریسمانی ها یه دانشمند برتر درست حسابی داشتیم به نام آقای پروفسور کامران وفا. ایشون هم سالها کار کرد توی کتاب جهان در پوست گردو هاوکینگ، از کامران وفا اسم برده بود. اصلا من اونجا که دیدم کیف کردم دیگه.
یه دفعه گفته بود دانشمندا دارن کار میکنن، آقای وفا اینو میگه دیگه. خود کیف کردیم دیگه. ولی خب به نتیجه نرسیدن. دکتر کامران وفا هم بازنشسته شد دیگه. این غم انگیزه. غیر از اینا مثلا سردار و پیشروشون که خیلی خیلی باهوش بود، ادوارد ویترنه که میچیو کاکو همینجا اسمشو میاره، میگه وقتی اندک برای اثبات نظریه ریسمان وجود دارد، حواسش هست که وقت اندکه ولی اینجا امیدواره. ادوارد ویترن امیدوار است که در لحظه انفجار بزرگ جهان چنان به سرعت منبسط شده باشد که شاید یک ریسمان به همراه آن گسترش یافته ریسمانی عظیم در مقیاس کیهانی در فضا به جا گذارده باشد، که توضیح میده. این خب پیدا نشده ولی اشکالی نداره، اینو ممکنه آینده تلسکوپا پیدا کنن، یه ریسمان عظیم کیهانی. بقیه چیزا که توی جهان پیدا شدن از جمله همین چیزایی که داشتیم صحبتشو میکردیم، مثل حلقه های گرانشی، حلقه های انیشتین، اینا موقعی که صحبت میکرده انیشتین تو همین کتاب باز میگه میچیو کاکو امیدوار نبوده اصلا چنین چیزی باشه، فقط پیش بینی کرده. حالا ولی بود، پیدا شد 50 سال بعد. اینا هم ممکنه پیدا بشه ولی فعلا الان زیاد خوشبین نیستیم. ولی برایان گیرین اینجا میچیو کاکو ازش نقل میکنه، سال 2005 میگه 5 تا چشمانداز داریم که توی این از این 5 راه ممکنه بتونیم نظریه ریسمانا رو تاییداتی واسش به دست بیاریم. سال 2005 من دوباره یادآوری میکنم دوستان، سال 2005 خیلی نظریه ریسمانا هیجان انگیز شده بود، یعنی دستاورد خوبی داشت، هجوم آورده بودن بهش، رفت میکرد و میچیو کاکو و بقیه دانشمندا هم پیش بینی میکردن به زودی بتونیم یه شواهدی ازش گیر بیاریم. این شواهد، اون پیشنهاداتی که برایان گیری میکنه، یک، جرم ناچیز نوترینوی گریزپا و شبحگون به طور تجربی اندازه‌گیری شود در نظریه ریسمان آن را توضیح دهد. یه ذره‌ای داریم توی مدل استاندارد، این یا باید بی جرم باشه یا جرمش خیلی کم باشه. خیلی روی بحث بود، میخوام یکم ناامیدانه اینجا صحبت کنم ولی خب نشد دیگه، الان چون گذشته ازش میدونیم. دو، اینکه انحرافات کوچیکی از مدل استاندارد مثلا واپاشی ذرات معینی فیزیک ذرات نقطه‌ای رو به چالش بکشن. اینم توی اتم شکنی که 7-8 سال بعد از این LHC الان دیگه معروفه برای شما که تو حوزه علم کار میکنید، یه اتم شکن معروفیه، توسعه‌اش دادن بعد از این سالهایی که میچیو کاکو داریم ازش صحبت میکنیم پول خرجش کردن، همون موقع هم داشتن میکردن. ذره هیگز رو کشف کرد یادتون باشه، ولی هیچ اثری از این ذراتی که تایید کنه نظریه ریسمان ها رو پیدا نکرد. نیروی موثری در فواصل بزرگ گرانش الکترومغناطیس کشف کرد که نشانی از یک چند لایه معین کالاویاف باشد. اینم خبری نشد. ذرات ماده تاریک در آزمایشگاه شکار شوند، اینم نشد. نظریه ریسمان مقدار انرژی تاریک جهان را حساب کند، اینم نشد. از اینا میگذرم، ناامید کننده است، ولی اینجوری فکر کنید که هر دوره علمی هیجانای روز خودشو داره. امروز ما فکرهای گذشتمون 15 سال پیشمون خب خیلیاش نتیجه نداده، ولی الان امیدواریم جیمز وب بره و شاید در یه جلسه من براتون بگم که انتظار داریم چه چیزایی ببینه. خیلی هیجان انگیز، الان هیجانامون اونه دیگه و خیلی کارهای دیگه هم کردیم. ولی چیزی که میخوام الان 2 دقیقه بهش بپردازم، اینجا یه حرفی زده میچیو کاکو. ببخشید کلامتون عذرخواهی میکنم، چند تا از دوستان کامنت گذاشتن که اسم مستند رو یک بار دیگر اگر میشه بفرمایید. اسمش هست Elegant Universe، جهان، میشه زیبا ترجمهش کرد، جهان نمیدونم. زیبا. بله، از گرین. بله
متشکرم. ببخشید. کنم. بفرمایید. اگر دوستان پیدا نکردن با انتشارات آوای بوف تماس بگیرن. بله آقای مهندس گذاشتش اینجا. بله. این فابریکا، این ساختار جهان یه دونه دیگه است. اونی که من میگم بعد از اینه. حالا مهندس پیدا میکنه، احتمالا اونم میذارن. درست. اگرم که نبود پیداش نکردین، من اون وقت به خانم بدیعی یا آقای مهندس با هم صحبت میکنیم، یه جوری در دسترستون قرار میدیم، یا توی کانال یوتیوبشون با زیرنویس یا به یه طریق دیگه ای که قانونی هم باشه. حالا دیدنی هن اونا قشنگن. خب اینجا کاکو یه حرفی زده که الان ما بعد 15 سال اگه بهش دسترسی داشتیم میوردیمش توی لایو چه خوب بود. یعنی مثلا سیاستمدارای ما تحریما رو انجام میدن، بعد حساب نمیکنن این میلیون ها و میلیارد ها مورد جزئی است که اون ضرر میزنه. چه خوب بود ما الان اینو میتونستیم بیاریم روی لایو، بهش میگفتیم پروفسور ببین تو کتابت اینو نوشتی، الان چی میگی؟ چی نوشته؟ نوشته من شخصا عقیده دارم اثبات نظریه ریسمان شاید به جای تجربه از ریاضیات محض حاصل آید. یعنی حتی اگه اتم شکنا و چه میدونم آزمایش‌های دیگه نتونن، رصدها و اینا نتونن پیداش کنن، مهم نیست. به نظر من خیلی هیجان زده بودن سال بعد بهش میگیم دکتر جناب پروفسور هیجانت زده بوده بالا. میگه که از ریاضیات محض نظریه ریسمان باید هم انرژی های روزمره هم انرژی های کیهانی را به خوبی توضیح دهد. بعد میگه یه سری توضیحات میده و اینجا خودشو با انیشتین که تقریبا 65 سال 60 سال قبل از نوشتن این جملاتون فوت کرده، از انیشتین الهام میگیره. میگه من متقاعد شدم که ما از طریق ریاضیات خالص میتوانیم قوانین و اصول را کشف کنیم. این حرف خیلی خیلی مهمیه. بعد ادامه میده بنابراین احساس قطعی من، اینا از قول انیشتین میگه، انیشتین میگه که من متقاعد شدم که ما از طریق ریاضیات خالص میتوانیم قوانین و اصول جهان رو منظورشه کشف کنیم. و ادامه میده بنابراین احساس قطعی من این است که مطابق رؤیای پیشینیان تفکر محض میتواند واقعیت را فراچنگ آورد. همون چیزی که الان ما دیگه گذاشتیم کنار. این حرفو انیشتین 70-80 سال پیش میزنه، میچیو کاکو 15 سال قبل از این تایید میکنه. الان ما میدونیم، الان ازش ناامیدیم. این از یه جهتی شاید ناامید کننده باشه، ولی از یه جهتی پویایی علمو داره نشون میده. انیشتین بزرگ کلی چیزا نمیدونسته که ما میدونیم. میچیو کاکو استادی که هنوز هست، پروفسوری که داره درس میده، تو کتابش یه چیزایی مینویسه که بعد 15 سال ازش ناامیدیم دیگه. ما الان اینا توی نظریه ریسمان این فکرشون کامل شکست خورد. نه تنها نتونستن تو ریاضیات درستیشو نشون بدن، این ادعایی که میچیو کاکو میکنه ریاضیات نظریه ریسمان داشت هر روز رشد میکنه. میگفتن ما به زیباییش اتکا میکنیم و نظریه کامل رو به زودی به دست میاریم، ولی هر چقدر تشون رفت جلو در یه جهانی از مدل های مختلف غرق شد اصلا نظریه ریسمان ها. حالا الان دیگه وقت نیست من واسهتون توضیح بدم. بعد هیچی از توی ریاضیاتش در نمیاد. از جمله آقای پروفسور وفا هم توی این هندسه نظریه ریسمانی
غرق شدم و دستشون درد نکنه، زحمات زیادی کشیدم ولی نتونست به اهدافش دست پیدا کنه. متشکرم. واقعا زحماتشون هم خب بی نتیجه نبوده، یعنی روی یه سری از نظریه ها کار کردن، تحقیق کردن و یه سری خب منسوخ میشه. این منسوخ شدن به قول شما شکست نیست، به هر حال راههای جدیدتری رو باز میکنه مقابل در واقع دیدگاه دانشمندان و پژوهشگران. باز من حرفم انتقادی نیست، اصلا نمیخوام بگم که اینو اشتباه گفتن، میخوام شنوندگان این برنامه‌مون رو به روز نگه دارن، یعنی وقتی اومدن از اینجا کاملا به روز باشن که الان دیدگاه ها چیه. ممکنه اینا باید این به روز بودن رو باید حفظ کنیم، سال دیگه که نتایج وب اومد حرفای تفکر امروزی، فرزند امروز چی چه دستاوردی داشته. بعدم وقتی که اینطوری فکر کردیم باید احساس مسئولیت هم هممون بکنیم. نمیتونیم ما بشینیم، این آقای کامران وفاست، از اینا باید زیاد داشته باشیم. نمیتونیم تا الالعبد بشینیم غربی‌ها واسه ما دانش مثلا درست کنن، تلسکوپ بفرستن، ما هم مثلا کیف کنیم. سهم داریم، باید سهممون رو آقای هادی ما امکاناتشو نداریم، اون بودجه‌ای رو که دولت به هر حال اون کشورها میدن، مثلا کشور آمریکا میده، خب با بودجه‌ای که جمهوری اسلامی میده زمین تا آسمون فرق میکنه. هیچ امکاناتی رو در اختیار دانشمندان بیچاره ما نمیذارن، همشون فراری شدن نخبگان دوره ما نباید ببینیم. ما قبلا این که آمریکایی‌ها اصلا یه سری آدمایی بودن داشتن از اون موقع که با برده‌هاشون داشتن از کشتی پیاده میشدن، ما اینجا امپراتوری داشتیم که البته در زمانهای گذشته همیشه اختراعات یا چیزهایی که کشف میشده توسط افراد بوده، یعنی یک نفر میامده یه چیزی رو کشفش میکرده، ولی سال به سال این دیگه به گروه، یعنی یک گروه رو اختراع میکنن یا یه چیز رو کشف میکنن. توی کشور آمریکا منظورم نیست که همشون آمریکاییان، منظورم اینه که اون کشور یا اون دولت در واقع کلانی رو در اختیار دانشمندان قرار میده دیگه. مثلا همین جیمز وب که درست کردن، ساختنش چقدر هزینه برداشته. هیچ وقت کشور ما مثلا همچین هزینه‌ای رو اگر هم داشته باشه ارائه نمیده، یعنی خرج نمیکنه، مجبورش میکنیم. اینطوری نیست که این جغرافیای به این بزرگی، تاریخ و تمدن و کشور این بزرگی مال چند نفر نیست که فکر کنن این ارث پدرشونه که هر کاری میخوان بکنن. اینا باید تغییر کنن. اینطوریه. من این خوشبینم تغییرات ساختاری در راه و ما دوباره جایگاه تمدنیمون پیدا میکنیم. نمیخوام تو وسط حرف برنامه علمی حرف سیاسی بزنم، ولی اینجا پر امید. شما هم امیدوار هستید و هم دیگه امیدوار میکنید و نوید بخش هستید. خیلی خوبه، مایه دلگرمی ما هستید، اینو بدون اغراق میگم. و به دوستان یادآوری بکنم که آقای هادیان در واقع هر شب برنامه‌ای رو دارن در پیج خودشون، علم به زبان ساده. حالا اگر دوست داشتین میتونین برنامه‌شون رو دنبال بکنید. خیلی متشکرم. خانم بدی صحبت‌های آخر اگه داری. خیلی تشکر میکنم به خاطر توضیحات خیلی خوبشون که با حوصله، با مثال و به صورت خودمونی توضیح میدن. خیلی ممنونم آقای هادیان و ممنون که وقت میگذارید برای ما، برای اینکه به ما بیاموزید. متشکرم از حضور شما و از آقای قرداغی. ممنون که این فرصت رو طبق معمول فراهم کردن و همه دوستانی که تا آخر ما رو همراهی کردن. خیلی تشکر میکنم از شما و اینکه امیدوارم طبق گفته شما امیدوار باشیم که یه روزی دولت ما یا حکومت ما این بودجه رو در اختیار دانشمند و پژوهشگران ما بگذارن، حمایتشون بکنن، اینقدر سرکوبشون نکنن، طردشون نکنن. خیلی از نخبگان از کشور رفتن و خیلی از پزشکان هم الان دارن میرن، پرستارا، پزشکان. حقوق
کسانی که این همه درس میخونن و نمیدونن امروز یه معلمی خودکشی کرده به دلیل مشکلات اقتصادی یا یک دستفروش مثلا خودسوزی کرده، خب اینا همه دردناکه دیگه. یه مقداری حمایت بکنن مردم، مخصوصا کسانی که به هر حال قول شما میخوان تلاش بکنن که یک قدمی بردارند در راه علم. دیگه زیادی گویی نمی کنم، ببخشید اگر جسارت کردم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از بینندگان عزیز، مخاطبا که الان میشنون یا بعداً میبینن. لطف کنید من آقای مهندس خانم بدی متعهدیم که سوالای شما رو جواب بدیم، دونه دونه شونو. لطفا سوالاتون رو به آقای بوف برسونید به هر طریقی که توی تلگرام یا توی یوتیوب یا روش‌های دیگه که خودتون جناب مهندس هم اعلام کردن. ما تو جلسه آینده به سوالا حتما جواب بدیم. خدا نگهدارتون. بله حتما. ممنونیم از همه شما، ممنونم از سردا عزیز و تا هفته آینده که دوباره برنامه دیگه داشته باشیم در پناه